تا الان شده بعد از انجام یک کاری به خودت بگی که چرا این کارو کردم؟ چرا این لباس رو انتخاب کردم؟ چرا الان دارم این کلیپ رو نگاه میکنم؟ بعد چرا های دیگر و مهمتر از همه، آیا من واقعا خودمم که دارم انتخاب میکنم یه عدد از 0 تا 10 انتخاب کنم؟ خب فرض میکنیم که انتخاب کردی. چرا اون عدد؟ آیا این خود تو بودی که اون عدد انتخاب کردی؟ بهش فکر کن. فرض کن برگردیم به گذشته، به 1 دقیقه قبل، و دوباره من بهت این حق انتخاب رو بدم، بگم از 0 تا 10 یه عدد انتخاب کن. آیا دوباره همون عدد انتخاب میکنی؟ اگر تو جواب بله است و دوباره همون عدد انتخاب میکنی، پس تو مجبور بودی. چرا دوباره همون عدد انتخاب که اختیارت کجاست؟ چرا تغییرش ندادی؟ و اگر تغییر میدی عدد تو و جوابت به تغییر عدده، چه چیزی عوض شده؟ چه چیزی باعث شد که نظرت رو تغییر بدی؟ آیا واقعا خودتی که الان داری نگاه میکنی تصمیم گرفتی این کلیپ رو نگاه کنی، یا سیستم عصبیت بهت این حرف رو زده؟ فرض کن رفتی داخل یه فروشگاه، میخوای نوشابه بگیری. یه نوشابه با مارک خاصی و رنگ خاص رو انتخاب میکنی. میتونی تضمین بدی گذشته تو تمام تبلیغاتی که در دوران کودکیت دیدی، تمام نوستالژی که داشتی در این انتخاب تاثیر نذاشته؟ اگر یک به فرض محال بگیم هیچ تأثیری نذاشته، پس تو واقعا شانسی اونو برداشتی، بدونی که دقت کنی برداشتی. این وسط اختیار بین جبر و شانس و تصادف کجاست؟ دانشمندها و فلاسفه بیش از 1000 سال دنبال پاسخگویی به این سواله. جوابهای جالبی هم پیدا کردن، البته در حد تئوری، و همچنان دنبال جوابم. جوابایی که به نظر خودم به دل خودم نشست، یکیشون این بود: اراده و حق انتخاب یک توهمی هستش که روند تکامل مغزی ما برای ما ایجاد کرده که بتونیم فضای موجود زندگیمون رو تحمل کنیم، بتونیم در این فضا زندگی کنیم. و جواب دیگر این که نه جبر هست نه اختیار، بلکه مرزی است بین این دوتا و ما در اون مرز زندگی میکنیم. به چه صورت؟ ذهن خودتون رو بذارید به عنوان ماهی در نظر بگیرید، بدن خودتون رو. یه ماهی که داره از یه آبشار سقوط میکنه. اون ماهی چه چیزی با خودش میگه؟ تو در اون لحظه چی به خودت میگه اگه اون ماهی بودی؟ به خودت میگی به به، عجب سقوط آزادی، چه آمادگی جسمانی. در صورتی که این اشتباهه، تو داری سقوط میکنی، ولی از نظر خودت با اراده خودت شیرجه زدی. اگر اراده وجود داره، پس ما به اختیار خودمون این همه خطایی که انجام میدیم، چرا باید بریم دنبال آیتم بعد، دنبال چیزی که میدونیم باعث نابودیمون میشه، هر چیزی؟ و اگر اراده وجود نداره، پس ما مقصر اعمالمون نیستیم. یک فردی در یکی از کمی بعد از چاپ شدن یکی از کتاب‌های نیچه، توی دادگاه بعد از که قتل انجام داد اعلام کرد که من از روی جبر و اجبار مجبور بودم این فرد رو بکشم، به قتل برسونم، متاسفانه این خطا رو انجام بدم. و قاضی هم خیلی جالب بهش حکم داد که پس منم از روی جبر و اجبار مجبورم حکم تو رو تایید کنم. این وسط اگه اختیار نباشه، هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس. 2 نفر، یه دوقلوی همسان تک تخمکی رو در نظر بگیرید که هر دو ژنتیکشون یکیه، توی محیط بزرگ شدن،
پدر مادرشون یکی هستن، محیط شرایط زندگیشون یکسان بوده. این دوتا مسیر مختلف میرن. چه چیزی برای این دوتا متفاوته؟ چرا دوتاشون یک انتخاب انجام نمیدن، یک مسیر رو نمیرن؟ پس ما الان یک جورایی داریم در یه جبری زندگی میکنیم که فکر میکنیم مختاریم و اختیار کامل داریم، در صورتی که همش یک توهم میتونه باشه. امیدوارم یک روزی جواب واقعی برای این سوالات پیدا بشه. اینجا آوای داروینه و ما در آوای داروین به تمامی سوالاتتون جواب میدیم. سعی میکنم که کلیپ‌های آینده کلیپ‌های مناسب‌تری باشن، جذابتر، موضوعات بیشتر و کنجکاوی در اینجا هم در هر زمینه آزاده. به تمامی سوالات شما پاسخ میدم، کلیپ براشون پر میکنم و به لطف شما پرسش‌های جدیدی برای من ایجاد میشه و پاسخ‌های جدیدی پیدا خواهم کرد و اینطوری علم من در کنار شما بالا میره و با هم دیگه یاد میگیریم. به آوای داروین خوش اومدید.